السلام علیکم بینندگان گرامی، هموطنان ارجمند، مهمانان دیار باستانی، خیلی شاد و ممنون هستیم که برنامه امروزمون را با توجه شما پیشکش میکنیم. امروز گروه ایجادی ما به ناحیه بخارا تشریف آورد و ما امروز شاهد گشوده شدن یک جمعیت نو، جمعیت مسئولیتش محدود کارخانه یک جایه ایران و ازبکستان من امروز گشوده شد. با توفیل ساده و منفیت بخش گرداندن محیط سرمایه گذاری در وطنمان پیش از بیش سرمایه خارجی جلب گردیده کارخانه های 3 سالی تشکیل کرده می شوند که این از یک طرف به پیش رفتن اقتصادیات وطنمان مساعدت کند، از طرف دیگر برای شهروندانمان جای کار و منبع دائمی درآمد فراهم آورده می شود. صدها کارخانه های خرد و بزرگ را رامبر کردن ممکن است که با شرایط سرمایه گذاران خارجی کار و فعالیت دارند. این عمل منتظم رو به رشد می دهد. کارخانه نو به استعمال پایافزال زنانه و کودکانه مخصوص گردانده شده، در آن زیاده از 25 نفر پسر دختران محله کار خواهند کرد. دستگاه های پایافزالدوزی در اینجا گذاشته شده نوعی حاضر زمان مدرنی بوده از جمهوری ایران آورده شده است. اصول استفاده بری آن را متخصصان ایرانی به دختران و پسران در دوام 3 ماه یاد داده صاحب سرتیفیکات کردن و من بعد خودشان مستقلانه کار کردن را سر کردند. این فابریکه بی این یکم کار همین اینجا میبود ماتریال رولون انا یکم همین قالبم اینا تیغ میگن، همین تیغ گتی من اصول رسمی همین پای افضل رویش میشکلیم. اینا نامش مدل نازله بسیار است. در اینجا قالبای تیغ هست، سپیده نازله شفکار همین خیلی انا ما حاضر همین یکمی اینا میزنیم، بعد تگش بس تیلکا میگن مونایم بعد اینجا بسیار تخکره مانده. بعد این مورد دیگه تیخ با کارش با تیخ رنگوی پایافزالا رنگ و رنگ می باشد ها؟ کدوم رنگ با فرمایش شود همون میگن؟ همون خیلی گیان همون رنگ با تخکره میتیه. من شاگردای شما را چنان دیده ایستادم، جوانانی من بخارا می باشد امروز. من شما شوقی یاد گرفتن دارید؟ یاد گرفتیم. معقول یاد گرفتیم. آینده به کار کردن شما؟ کار کردن نست باشد همین هنر را یاد کرده، همین با کار کردن نست باشد کارخانه وای سومه را خواندن اختار. من نیتم همین خواندم، همین ساخه بیچه خواندم و دراندن و خواندن بود کردن زانی با همین ساخه بیچه کار کرده خودم هنر من دوامیت میش کردم. محصولات کارخانه نو هم به بازار داخلی و هم به بازار بیرون از جمهوری پیش بینی شده است. اشیای خام اساساً از خودمان استفاده می گردد. در استحصال پایافزال بعضی اشیاها از جمهوری ایران آورده خواهد شد. در امروزه شرطنامه با دولت افغانستان به امضا رسیده است. من در همین قشلاق میشینم، موی تامین کردن همین کربه، من همین دیزنده من. شما ای خرسان؟ ها خرسان من دیده اشتیم چقدر دخترای همه دوگانه ها ایک قشلاق ها ایک قشلاق ما یک جای به کربه کار میکنیم با یک میریم ما 2 ماه خوندیم تا اینجا سرتیفیکات گرفتیم. بعد انا کار کردیم. این کربه فقط دقت در کار خطا شود برک میشد این وای. با موی کارم فقط همین پایافزال رویش دوختن. من خرسم من این کارم بام فقط آرزو میکردم همین کاره نیتم برسیدم. همین کار کردم، همین کار گوشم بر احمد ما همین دخترها کردیم، همون ما جمع شده کار به اومده خرسندی کار میکنیم، خرسند شده کار خانه میریم. همین کارو ما با اینم زیاده میشد، با این کارو این است کردیم و تامین میکنند.
аз ҳама муҳимаш фаъолияти корхонаи нав ба коргарони мо хеле ва хело ҳам маъқул аст, яъне духтани пойафзол бо дастгоҳҳои ҳозиразамон хеле содда ва марақовар аст. хусусан сифати пойафзолҳои духти онҳо ба кайфияташон хушӣ мебахшад. ҳоли ҳозир дар ин ҷо зиёда аз 10 намуди пойафзоли занона ва кӯдакона духта мешавад. سعی میکنیم کار با دستگاه تزریق پلیورتان رو به همکارامون اینجا آموزش بدیم که موقعی که ما نیستیم هم اینا بتونن به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام بدن، این ضابط منظم کار کنه و تولید روزانه خودش رو در نبود ما هم داشته باشه. این همون دستگاهیه که ما خودش اون رو هم تیار میکنیم. بله این همون دستگاهیه که ما تو نقطه نهایی کارمون ازش استفاده میکنیم و دمپوشامون رو تولید میکنیم، یعنی مرحله آخر کار ما همینجاست. برای آموختن این کار به عنوان حرفه‌ای کسی که بتونه کامل با این دستگاه کار کنه بین 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز داره، ولی به عنوان یه نیروی ساده 1 ماه کافیه. 1 ماه نیروی ساده 1 ماه کافیه، ولی به عنوان یه اپراتور کسی که بتونه با دستگاه کار کنه، سرویس های دوره یه دستگاه به صورت هفتگی و ماهیانه انجام بده 6 ماه تا 1 سال کافی. من اینجا عرض کنم خدمت شما که یه 10 نفر هستن که در خدمتشون هستیم، سعی میکنیم کار کردن با این دستگاه بهشون آموزش بدیم. عرض کنم خدمت شما از این 10 نفر 2 نفرشون به صورت اختصاصی و کامل میخوان اینو آموزش بگیرن، بعد از من و در نبود من آموزش بدم به بقیه افراد. من بچهای بخارا من همون با شوق آموخته ایستادن؟ بله بچهای جوانان بخارا بسیار جوانان پر استعداد، پر انگیزه برای یاد گرفتن علم نو، کار نو همشون هستن. ما استقبال میکنیم از این جوانان و سعی میکنیم اون چیزی که خودمون در طی سالیان سال تو ایران آموختیم و به اینا آموزش بدیم تو مدت زمان کوتاه. тадбиркорон ният доранд ки намуду маҳсулот ва ҳаҷми истеҳсолотро зиёд гардонанд. дар оянда ният доранд ки якҷоя бо пойафзолҳои занона ва кӯдакона боз пойафзолҳои мардонаро ба роҳ монда ҷойи нави кориро зиёд кунанд. албатта ин барои аҳли маҳалла як хурсандии калон аст, чунки ҷавонони маҳалла бо кори доимӣ таъмин гардида дар оянда хониши худро дар ҳамин соҳа идома доданро ба нақша гузоштанд. من بسیار خرسند هستم که در جمع شهروندان ازبکستان که 10 سال افتخار خدمت به این خلق دارم در کنار شما هستم. من پیشتر از پرزیدنت این کشور من نهایت سپاس و تشکر دارم به سبب اینکه ایشان نهایت تلاش رو کردن که برای ایجاد کار برای خلق ازبکستان از پریزویت حمایت کردن و پاسداران خواهش کردن که اینوستر در این کشور کاپیتال درآورن تا بتوانند تولید رو وسیع کنند. به همین سبب من هم به دوستم که در ایران بود رکلام کردم که اگر شما بخواهید در ازبکستان برای تولید اکتیو بشوید همه شرایط برای شما مهیا هستش. ایشان هم دبرو دادن، بعد به اینجا آمدن و امروز شاهد هستیم که ثمره تمام مهنت این دوست من، تلاش او به نتیجه رسیده. از اینکه من در کنار شهروندان شما هستم، از میزبانی شما من تشکر می‌کنم. یک جای کارخانه انامونجا با تشکیل کرده امروز انامون یلا کرده روزه شد انامونجا با قشلاق هم اهالیش یوشا همیش خرسند. ما نیت ما همین که نصیب باشد انامین کارخانه انسانه محصولات‌های صفت نصب برآورده با همین کارخانه نصیب باشد. امید ما همین که با یک 50 تا 60 تا یوشای همینا کار کت تامین کنن. اگر ما کیکس‌ها هم خرسند قشلاق‌ها با کارخانه ها نصیب باشد این سال ما امید میکنیم که با بل میشد یوشا کار کت تامین میشد. انام برای همه انام کارهای تشکیل کردگی اینوسترها بیام همینجا با خروچه‌ها بیام دیگهش بیام همیش با کلان تشکرام اعلام میکنیم. тадбиркори бухорои амина рамазонова дир боз бо шарикони эронӣ ҳамкорӣ дорад. қаблан ин бонуи тадбиркор 2 сол ин ҷониб
در شهر زرفشان ولایت نواحی الکی با شریکان ایرانیش کارخانه سیخ گول یعنی ارماتور براری را به کار انداخته است که آن در امروزه با موفقیت فعالیت می‌راند. انشالله که ما اینجا رو با امین خانم شروع به کار کردیم. ظرفیت کارخونه ما 20 نفر 25 نفر نیست. این ظرفیتی رو که ما اینجا خلق کردیم حداقل بالای 100 نفر باید کار کنن. فقط باید یه مقدار به ما یاردم بشه. دولت ازبکستان باید به ما یاردم کنه. یاردم نکنه این کار یه مقدار کار رزبینیه. ما توسعه میدیم. هم هدف امینه هست هم هدف من هست که اینو توسعه بدیم. بتونیم آدمای بیشتری اینجا کار کنن. میشه به کشور افغانستان، به کشور عراق، به کشور آذربایجان، به کشورهای حاشیه خود ازبکستان میشه اکسپورت کرد. به خاطر اینکه ازبکستان بازار خوبی داره، تو موقعیت جغرافیایی بازار خوبی قرار گرفته. دیگه بقیه‌اش رو باید دولت شما یاردم کنه تا ما بتونیم انجام بدیم. از محصولات تیار شما تنها در ازبکستان به فروش برآورده میشود؟ نه، میتونیم اکسپورت کنیم به افغانستان. افغانستان، روسیه میتونیم اکسپورت کنیم. چون ما تمام تلاشمونه که به اصطلاح محصول خیلی نغزی رو تولید کنیم که اینجا حداقل کمتر باشه که ما بتونیم اینو برای اکسپورت برنامه‌ریزی کنیم. آقای سلطان، من الان چرا دونستانی هستم؟ من همون اشیا، من همون چون میگم که چرمی که شما آورده استفاده برده ایستادید، از کجا آورده ایستادن؟ از ایران یا اینکه از همون دولت ازبکستان؟ مقداریش از دولت خود ازبکستان میشه تهیه کرد، مقدار دیگه‌ش رو باید حالا از ترکیه میشه، از ایتالیا میشه، از جرمنی میشه. اون بستگی داره. ما امروز تازه شروع کردیم، داریم شروع میکنیم. یه زمانی مدتی میبره تا ما بتونیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم که مواد اولیه رو ما تمام سعی من و امینه اینه که مواد اولیه داخل ازبکستان رو مصرف کنیم. این هدف ماست 100%. یعنی الان ما بعد از 1-2 ماه باید وارد به اصطلاح مدل‌های زمستونی بشیم و تو فصل بعدی مثلا تا سال دیگه من هدفم اینه بتونم مردونه رو برای مردها رو اندازی کنم. ولی در حال حاضر فعلا به فکر اینم که همین کفشای زنونه رو تکمیل کنم، زمستانیشو بسازم، ساق بلندشو بسازم، بر حسب درخواست بازار داخل ازبکستان و بازار هدفمون چیه برای اکسپورت ببینیم چیکار باید بکنیم. هدف قدم اصلیمون هنوز این نیست، این شروع یه کاره. منم فقط از خدا یه خواهشی داشتم که اینجا رو بنا کردم این زاویه بمونه، نه با موندن من نه، بلکه من 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال بعد برم باز اینجا بمونه. اینو من از خدا خواهش کردم، ان شاءالله خدا هم دل میده. هر یک خاندان خرسند هستن از این کار، هر یک کارگریمون خرسند هستن از این کار ما. من تشکر میکنم با آقای سلطانی که همکاری با من کردن، این کار را شروع کردیم. خیلی ممنون هستم از این کار. تشکر میکنم. با هم کار میکنیم که این کار ما بردوام کنیم، باز دیگر کارهایی که خوب تشکیل کنیم، باز کارگرای بسیارتر گیریم خدا خواهد. ما این شرکت باز کردیم با همکاری که اونجا هم ایران هم ازبکستان نوشته شدگی، هم برای کودکان، برای دخترها، برای زنانا، برای که پسرها. این 27 خیلی اسورتیمنت نمونه داریم. ما خدا خواهد این حتما انجام میدیم خدا خواهد. حاضر مشکلی که نداریم، سودا خدا خواهد میبراریم با اکسپورت. حاضر افغانستان ما تشریف بوی کردن، اونا میخوان با ما، افغانستان میخواد مال ما خرن. از پاکستان داریم آمدن قرار بستن با ما، میخوان کار ما با ما همکاری کنن، چون از ایران رفته آوردن این چیزای اینا میخواستن از اونجا. حاضر که ما در ازبکستان این کار شروع کردیم، پاکستانی ها خیلی خرسند هستن چون هم نزدیک است، هم ما میتونن با ما همکاری کنن. اینا خیلی خرسند شدن از این کارا. سرمایه‌گذاران ایرانی اصلاحات و تغییرات‌های مملکتمان با شوق و رغبت بلند مشاهده می‌نمایند. نمایندگان کارچلان ایرانی اینچنین با رشد و ماکرواقتصادی مملکتمان اصلاحاتی که در سمت مذکور تطبیق می‌گردند، امکانیت‌های برای شریکان خارجی فراهم آورده شده، از جمله نوگانی‌ها در ساحه شریکی دولتی و خصوصی شناس شدن، در امروزه با موفقیت در مملکت ما کار برده ایستادند.